تبلت 3700 ساله بابلی تاریخچه ریاضیات رو بازنویسی میکنه و نشون میده که یونانی‌ها مثلثات رو توسعه ندادند. کشف این تبلت روسی ثابت کرده که بابلی‌ها 1500 سال پیش از یونانی‌ها و با استفاده از یک روش پیچیده ریاضی در زمینه مثلثات فعال بودند. این روش میتونه امروزه در محاسبات به ما کمک بکنه. این تبلت که پلیمتون 332 نام داره در اوایل دهه 1900 در جنوب عراق توسط باستانشناس و یک دیپلمات آمریکایی به نام ادگار بنکس کشف شد. آنچه باستانشناسان و کارشناسان دریافتن نشان داده که این تبلت قدیمی ترین و دقیق ترین منابع محاسباتی علم مثلثات رو در خودش جای داده که احتمالاً توسط معماران باستانی برای ساخت معابد، کاخ‌ها و کانال‌ها از آن استفاده می‌شده. این یافته جدید در مجله هیستوریا ماتماتیکا، مجله رسمی کمیسیون بین‌المللی تاریخ ریاضیات منتشر شده.